اینجا که ارمندی سیرجانه و پمپ گازوئیلی که داری میبینی یکی از پمپایی هستش که توی استان کرمان از اون طرف میان و خیلی راحت گازوئیل میزنن و درک نمیکنن که بقیه این راننده ها که اینجا هستن هم حق دارن از گازوئیل استفاده بکنن. خب یه سوال پیش میادش، آقا بومی بازی و بومی گرایی یعنی چی؟ شما یه کارت سوخت داری، بقیه راننده هم یه کارت سوخت دارن، شما عجله داری، بقیه هم عجله دارن. خب اگه این گونه هستش که خب دیگه سیرجانیای کرمانیای عزیز یا هر کسی که تو ایران این کار رو میکنه تشریف نبره بیمارستان یا اصلا استان دیگه بار خالی بکنه. این مسئله که راننده بومی، راننده به هیچ کجا تعلق نداره، راننده برای کل ایرانه و برای ایرانی خدمت میکنه. این رو بیام خودمون تموم کنیم، واقعا درست نیست.